سلام دوستان، به بافتین خوش اومدین. با یه بافت جذاب دیگه در خدمتتون هستم. بافت این باندانای زیبا که مناسب برای دختر خانم ها و نوجوان ها هستش. میتونین ببافین برای دخترای گلتون و یا اینکه به عنوان هدیه ببافید و به دختر بچه ها یا نوجوان ها هدیه بدین. پترن این بافتمون بسیار ساده هستش. من نقشه این کار رو در داخل پیج بافتین قرار میدم، میتونید اونجا مراجعه کنید و پترن رو دریافت بکنید برای کسانی که نقشه خوانی بلد هستن. عزیزانی هم که نقشه خوانی بلد نیستن و میخواین از روی نقشه این بافت رو انجام بدن، میتونن داخل پیج مراجعه کنن و من راهنماییشون میکنم. و یا عزیزانی هم که میخواین از روی دست من ببافن که این ویدیو رو تا آخر ببینن. قبل از شروع آموزش حتما این ویدیو رو لایک کنید و بافتین رو به دوستاتون معرفی کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا عضو کانالمون بشید و از آموزش های جذاب این کانال استفاده کنید. ممنون که با بافتین همراه هستین. بریم برای آموزش. خب دوستان، من برای این بافتمون از نخ اکریل تاب استفاده کردم. شما میتونید از نخهای دیگه هم استفاده کنید. بهتره که از نخهای استفاده کنید که کتان بیشتری داشته باشه که خنکی لازم رو داشته باشه. میتونید از نخ مرسریزه هم استفاده کنید، منتها قلاب شماره پایین تر باید استفاده کنید براش. من اینجا از قلاب شماره 3 استفاده کردم. برای شروع کار ما به یه تعدادی زنجیره باید بزنیم. ببینید به این صورت یه گره میزنم. خب حالا 9 تا زنجیره باید ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. از اینجا میشمارم 1 2 3 4. 4 تا زنجیره میام پایین تر، پای بلند میزنم. 6 تا پای بلند ما اینجا باید بزنیم. 1 2 3 4 5 و 6. خب 6 تا پای بلند بافتم. حالا 9 تا زنجیره میزنم دوباره. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. خب 9 تا زنجیره زدم. میام از روی هر کدوم از زنجیره ها یه پای بست میزنم. زنجیره اول که هیچی، از زنجیره دوم شروع میکنم پای بست میزنم و میشمارم. 1 2 3 4 5 6 تا پای بست زدم. خب این 3 تا زنجیره‌ای که اینجا مونده کاری نداریم. ببینید بافتمون به این شکل بود دیگه. برمیگردونیم این سمت رو. از روی هر کدوم از پایه ها یه پایه بلند باید ببافیم. خب این 3 تا زنجیره از روی خونه اول حساب میشه. میایم از خونه دوم پایه بلند ها رو شروع میکنیم. 6 تا باید پایه بلند ببافیم. 1 2 3 4 5 ششمی رو از روی این زنجیره هایی که اینجا ابتدای کار داشتیم از روی اینا میبافیم.
هم 6. خب دوباره 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ببین ما این قسمت کارم 9 تا زنجیره زدیم، منتها اینجا پای بست زدیم، اینجا باید پای بلند بزنیم. به این شکل عمل میکنیم بچه ها. ببینید 1 2 3 4. میایم از روی 4مین زنجیره شروع میکنیم پای بلند میبافیم. 6 تا باید پای بلند ببافیم. 2 3 4 5 ششمی رو باید از روی پای بلند هایی که بافتیم ببافیم. ببین اینجا من زنجیره اضافی آوردم، دوباره این کار رو تکرار میکنم. میام یه زنجیره این ورتر شروع به بافت میکنم. زنجیره اضافی نباید بیاریم بچه ها. 1 2 3 4 5 که آخرین زنجیرمون بود و ششمی رو از روی پای بلند میبافیم به این شکل. خب پس یک سمت که 9 تا زنجیره زدیم 6 تا پایه بست میزنیم و شروع به پای بلند میکنیم. از این سمت که رسیدیم 9 تا زنجیره میزنیم، 6 تا پای بلند میزنیم و ادامه کارمون. حالا اینجا به این شکل عمل میکنیم. 1 2 3 4. 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 2 تا پایه رو رد میکنم، میام روی سومین پایه یه بست میزنم به این شکل. خب حالا دوباره 4 تا زنجیره. 1 2 3 4. میام از آخرین پایه بلندی که اینجا داریم از روش شروع میکنم به پایه بلند. 1 2 3. از روی پای بستایی که اینجا زدیم هر کدوم یه پای بلند میزنیم. جمعاً باید 7 تا پای بلند بزنیم. 4 5 6 و هفتمین پای بلند از آخرین خونه‌ای که داریم. خب ببینید به این شکل شد. حالا این رج و رج بعدی که بهتون آموزش میدم تکرار میشه تا آخر. این رجی که الان بافتیم با رج بعدی. خب دوباره 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. گفتیم اینجا که 9 تا زنجیره رو میزنیم پای بست میزنیم. خب پس من پای بست رو شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 تا پای بست زدم. اینجا 3 تا زنجیرم مونده. ببینید بافت رو برمیگردونم.
خونه اول که این 3 تا زنجیره روش هست به عنوان یه پایه بلند تو خونه اول هستش. میایم از خونه دوم، ببین این خونه اول، میایم از خونه دوم پایه بلند میزنیم. ما باید اینجا 6 تا پایه بلند بزنیم که با این 3 تا زنجیره بشه 7 تا پایه بلند. خب پس 6 تا پایه بلند رو میزنیم. 2 3 4. دوستان اگه اولین بارتون هست که بافتین رو تماشا میکنید حتما روی دکمه سابسکرایب بزنید، عضو کانالمون بشید و زنگوله رو هم بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای ما رو از دست ندید. خب من 6 تا پایه بلند بافتم. این 3 تا زنجیرم به عنوان یه پایه بلند که شد 7 تا پایه بلند. خب حالا اینجا میایم 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. میشمارم 1 2 3. میام از سومین زنجیره قلابامو میبرم تو، نخ میگیرم و میکشم از دوتاش بیرون. ببینید به این شکل 2 تا زنجیره میزنم. میام روی این پایه بلند هایی که اینجا داریم از روی هر کدوم یه پایه بلند میبافم که جمعا میشه 7 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و هفتمی هم که از روی این زنجیره ها بافته میشه. 7. ببینید به این شکل. خب حالا دوباره 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اگه دقت کرده باشین آخر رج ها همیشه 9 تا زنجیره رو داریم. یه بار یه طرف رجمون که پایه بست میزنیم، شروع به پایه بلند میکنیم و طرف دیگه که 9 تا رو زدیم الان باید پایه بلند ببافیم. به این شکل 1 2 3 4. 4 تا پایه زنجیره میام پایین و شروع میکنم به پایه بلند. 1 2 3 4 5 6. ببینید 6 تا پایه بلند بافتم. خب ببخشید ششمی رو باید از روی پایه بلندی که اینجا داریم ببافم. به این شکل ما اینجا 7 تا پایه بلند داریم. ببینید این 3 تا زنجیره‌ای که 4 تا زنجیره‌ای که اینجا گذاشتیم به عنوان یه پایه بلند و بقیه 1 2 3 4 5 6 تا پایه بلند دیگه هم بافتم. خب اینجا که رسیدم دوباره بچه‌ها ببینید به این شکل عمل میکنم. 1 2 3 4. ببینید این قسمت هایی که 2 رج میبینید روی هم پایه بلند بافتین، این رج رو میبافین. 4 تا زنجیره میزنید. 1 2 تا خونه رو رد میکنم، میام خونه سوم یه پایه بست میزنم. دوباره 1 2 3 4. 4 تا زنجیره و میام آخرین پایه بلند اینجا یه پایه بلند میبافم. خب رسیدم به این قسمت. این گره پیکوت رو با دستمون به طرف پایین میاریم به این شکل. خب میخوایم که به طرف پایین باشه و از روی زنجیره هایی که اینجا داریم 2 تا زنجیره اینجا داشتیم دیگه، از روی هر کدوم یه پایه بلند میبافم. این اولین پایه بلند. از روی زنجیره بعدی هم یه پایه بلند میبافم. از روی این گره پیکوت
یه پایه بلند میبافم. خب از روی 2 تا زنجیره‌ای که اینجا داریم اینا هم یه پایه بلند، جمعاً اینجا 5 تا پایه بلند بافتیم. خب و یه پایه بلندم از روی پایه بلند اولی که اینجا داریم بافتیم. ببینید بچه‌ها دقت کنید، یه پایه بلند اینجا بافتم از روی پایه بلند اول، یه پایه بلندم اینجا بافتم از روی پایه بلند این پایه بلندی که اینجا داریم. خب 2 تا پایه بلند از روی 2 تا زنجیره، یه پایه بلند از روی گره پیکو، 2 تا هم اینجا از روی 2 تا زنجیره، جمعاً اینجا 7 تا پایه بلند بافتیم. خب رسیدیم به این قسمت. گفتم این 2 تا رجی که روی هم میبینید حتما این بافت رو انجام بدید. 1 2 3 4 4 تا زنجیره و 1 2 تا خونه رو رد میکنم، خونه سوم یه پایه بست میزنم. 1 2 3 4 دوباره 4 تا زنجیره و میام از آخرین پایه هایی که داریم، بچه ها ببین از آخرین پایه هایی که داریم پایه آخر پایه بلند رو شروع میکنیم. 7 تا باید پایه بلند ببافیم. 2 3 4 5 6 این آخرین پایه هایی که می بافیم چون جایی گرفتن نداره یه ذره سخته. حوصله کنید و دونه دونه همه پایه ها رو ببافید. حتما 7 تا پایه‌تون رو بافته باشید. 7 به این شکل. بچه ها ببینید الان اولین قلبی که اینجا درست شده رو می بینید به این شکل. از این به بعد بچه ها تکرار رج هاست دیگه. دوباره من یک رج دیگه می بافم. همینطور که رج ها رو ادامه میدین بافتتون رج هاتون تعداد طول رج هاتون بیشتر میشه و تعداد قلب هایی که درست میشه هر 2 رج یک بار یک قلبی اینجا درست میشه. تعداد رج های قلب هاتون بیشتر میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا زنجیره بافتم و با پایه بست میام 1 2 3 4 5 6 تا پایه بست زدم. بافتم رو برمیگردونم به این شکل. این خونه که هیچی، از خونه دوم شروع میکنم پایه بلند. 1 2 6 تا پایه بلند باید ببافم. 3 4 5 6. خب دوباره رسیدم این قسمت بچه ها. اینجا چیکار باید بکنم؟ 5 تا زنجیره میزنم. این قسمت قلب رو میخوایم ببافیم دیگه بچه ها. این قسمت قلب رو میخوایم اینجا ببافیم، بالای قلب رو. خب 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 تا زنجیره میام پایین و یه دونه بس اینجا میزنم به این شکل. دوباره 2 تا زنجیره میبافم. رسیدم به این پایه هایی که اینجا دارم.
از روی هر کدوم از پایه ها یه پایه بلند میبافم. 7 تا پایه بلند میبافم. به این شکل از روی پایه ها پایه بلند بافتم، رسیدم به آخرین پایه بلند. خب حالا ببین رسیدیم دوباره بالای قلب رو باید ببافیم. 1 2 3 4 5 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 3 تا زنجیره میام پایین و یه پایه بست میزنم به این شکل. دوباره 1 2 2 تا زنجیره و دوباره شروع میکنم از روی پایه بلند ها پایه بلند میبافم. پس این رج به این شکل بافته میشه که خیلی آسونه. فقط باید دقت کنید که کدوم رج رو داریم میبافیم. کلا تکرار هستش بچه ها. 2 تا رج مدام تکرار میشه و تا هر اندازه‌ای که خواستین میتونین بافتتون رو ادامه بدین. حتی میتونین یه دونه اشارپ بزرگ برای خودتون ببافین. ببینید به این شکل. خب حالا که رسیدم آخر رج دوباره همون 9 تا زنجیره رو میبافم. 4 5 6 7 8 9. خب 9 تا زنجیره رو بافتم. این سمت باید بچه ها چیکار کنیم؟ باید پایه بلند ببافیم. این سمت پایه بست بافتیم. خب پس این سمت باید پایه بلند ببافیم. دقت کنید اینا رو که اشتباه نکنید. سمتی که پایه بست بافتین دیگه این سمت میرسید اینجا باید پایه بلند ببافید. 1 2 3 1 2 3 4 4 تا زنجیره میام پایین و پایه بلند هام رو شروع میکنم. از روی زنجیره ها پایه بلند میبافم. 6 تا پایه بلند باید ببافم. چهار 5 و 6. خب اینجا که رسیدیم بچه ها گفتم که 2 تا رج روی هم پایه بلند دیدین. کدوم باف رو انجام میدین؟ 4 تا زنجیره میزنیم. میان 1 2 3 سومی خونه یه پایه بست. 1 2 3 4 4 تا زنجیره میزنیم. میریم آخرین خونه یه پایه بلند. بچه من اینا رو تکرار میکنم که شما اشتباه نکنید، چون این بافت یه جوریه که باید خیلی حواستون رو جمع کنیم و در عین حال که خیلی ساده است ولی باید حواستون باشه. خب رسیدیم به بالای قلب. ببین گفتم که این گره رو هدایت میکنیم به پایین. اینجا 2 تا پایه بلند میبافیم از روی زنجیره ها. یه پایه بلند از روی گره اپیکوت و 2 تا پایه بلند هم این قسمت. ببینید اولین زنجیره یه پایه بلند، دومی زنجیره یه پایه بلند، از روی گره اپیکوت یه پایه بلند. حتما بچه از داخل زنجیره ها دونه بگیرین. هیچ وقت نیاین از این زیر دونه بگیرین. حتما از داخل زنجیره ها دونه بگیرین که بافتتون اشتباه نشه. خب 2 تا هم اینجا پایه بلند. بعد از اولین پایه بلندی که اینجا میبینیم اینجا هم یه دونه پایه بلند. جمعاً ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه بلند اینجا بافتم. دوباره رسیدم به این پایه بلند هایی که ببینید 7 تا پایه بلند روی 7 تا پایه بلند هست. به اینجا که رسیدیم دوباره 1 2 3 4 4 تا زنجیره و یه بست وسط کار. ببینید 2 تا خونه رد کردم، وسط کار که رسیدم یه بست. 1 2 3 4
چند تا رج که ببافیم کاملا دستتون میاد و به راحتی بافتتون رو انجام میدیم. خب رسیدیم به اینجا. دوباره این گره رو با دستم هدایت میکنم به طرف پایین و 2 تا پایه بلند از روی این 2 تا زنجیره میبافم. 1 پایه بلند از روی گره پیکوت، 2 تا پایه بلندم از روی این 2 تا زنجیره‌ای که اینجا دارم میبافم. دوستان که حتما کسانی که نقشه خوانی بلد هستن، من نقشه کار رو داخل پیج بافتین قرار میدم، میتونین اونجا از روی نقشه این بافت رو انجام بدین. کسانی هم که نقشه خوانی بلد نیستن میتونن توی پیج بافتین به هم پیام بدن تا من راهنماییشون کنم. رسیدیم به این 2 تا رجی که دوباره روی هم 7 تا پایه بلند روی 7 تا پایه بلند دیگه هستش. میام 1 2 3 4 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 سومین خونه 1 پایه بست میبافم. دوباره 4 تا زنجیره 1 2 3 4. خب حالا میایم از آخرین پایه‌ای که اینجا داریم، ببینید این خونه است. شروع میکنیم به پایه بلند بافتن. تعداد پایه بلند های این قسمت هم باید 7 تا بشه. و بعد از این که پایه بلند ها رو بافتیم دوباره 9 تا زنجیره میزنیم و رج بعدی رو شروع میکنیم. همونطور که گفتم بچه ها، این 2 تا رج همش تکرار میشه. این رجی که الان بافتم خب و رج قبلی روی هم هی تکرار میشه. شما میتونید فیلم رو عقب ببرید و دوباره نگاه کنید تا بتونید از روی دست من ببافید. به اندازه مورد نظرتون ببافید. میتونید بزرگتر کنید، همونطور که گفتم یه اشارب بزرگ درست کنید، یا این که مثل من باندانا درست کنید. خب من این بافت رو ادامه میدم تا به اندازه‌ای که میخوام بافته باشم. خب دوستان من اینجا بافتم رو ادامه دادم. خب تا 22 سانت ارتفاع بافتم شده. خب بعد از اینکه رسیدم آخر رجم، ببینید این قسمت اومدم 30 تا زنجیره این قسمت بافتم. خب این 30 تا زنجیره رو باید این قسمت هم تکرار کنم. خب این قسمت 30 تا زنجیره بافتم و میام پایه بلند میبافم از روی زنجیره هایی که اینجا داشتم. یا میتونید بچه ها اگه نازکتر میخواید پایه کوتاه هم ببافید. میایم از روی زنجیره ها پایه کوتاه میبافیم چون میخوایم بند باشه دیگه. پایه کوتاه میبافیم. میتونید پایه بلند هم ببافید. از روی هر کدوم از زنجیره ها به این شکل اومدم پایه کوتاه بافتم. خب تا برسم این قسمت. خب من این زنجیرهایی که اینجا زده بودم همه رو پایه کوتاه زدم. رسیدم این قسمت. از روی هر کدوم از خونه ها یه پایه کوتاه میبافیم به این شکل. خب اگه این زنجیرهاتون رو پایه بلند بافتین حتما باید اینجا این قسمت رو هم پایه بلند ببافید، چون میخوایم یک دست بشه و یه حاشیه قشنگ اینجا داشته باشیم. خب رسیدم این قسمت. روی قبل دوباره این گره رو به سمت پایین هدایت میکنم با دستم و از داخل این زنجیره هایی که داریم پایه کوتاه میبافیم. یعنی هر خونه ای که میبینید بچه ها پایه کوتاه ببافید تا آخر رج. از روی گره پیکوت هم پایه کوتاه بافتم. از این زنجیره ها هم پایه کوتاه. خب رسیدم به این پایه بلند ها. دوباره
هر کدوم از خونه ها رو پایه کوتاه می بافم بچه ها به این شکل. این بافت رو ادامه میدم تا برسم این قسمت. خب این قسمت رسیدم، برای این قسمت هم باید بند داشته باشیم دیگه. این قسمت که رسیدم دوباره 30 تا دونه زنجیر اضافه میکنم و پایه کوتاه میبافم روش و الان بهتون نشون میدم. خب من یک رج کامل بچه ها ببینید، یک رج کامل پایه کوتاه بافتم. خب به این شکل از اینجا شروع کردم و یک رج کامل پایه کوتاه بافتم، رسیدم به آخر رج. این قسمت هم که داشتیم اینجا هم پایه کوتاه بافتم و در ادامه کار دوباره 30 تا زنجیره بافتم. دوباره کار رو برمیگردونم، از روی هر کدوم از زنجیره ها پایه کوتاه می بافم. توی این رج بچه ها دوباره ما یک رج کامل پایه کوتاه می بافیم تا آخر رج. یعنی بعد از اینکه این زنجیره ها رو پایه کوتاه بافتم، خب رسیدم اینجا، ادامه میدم. پایه کوتاه ها رو از روی هر کدوم از پایه کوتاه های پایه کوتاه می بافم تا این قسمت بافتمون کامل صاف بشه، یک دست بشه، که رج بعدی که رج آخرمون هست یک بافتی که اونجا برای حاشیه انجام میدم یه حاشیه شیک و قشنگی باشه. پس من این رج رو تا آخر پایه کوتاه میزنم تا قسمتی که بچه ها برسم به اینجا. اینجا که رسیدم دیگه این قسمت رو پایه کوتاه نمی بافم، تا اینجا میرسم و بعد برمیگردم حاشیه رو میبافم. خب من از روی همه پایه کوتاه هایی که رج قبل بافته بودم یه پایه کوتاه بافتم تا این قسمتی که شروع این بندمون هست. دیگه از این به بعد رو ادامه نمیدم. خب حالا یه زنجیره میزنم، بافتم رو برمیگردونم. اینجا میخوام حاشیه کار بافته بشه. ببینید حاشیه کار حتما باید روی بافت به سمت خودتون باشه به این شکل. 2 تا خونه رد میکنم. ببین 1 2 از روی سومین خونه شروع میکنم به پایه بلند. ما بین این پایه بلند ها میتونید یه زنجیره هم اینجا بزنید. خب یا مثل من بدون اینکه زنجیره بزنید 7 تا پایه بلند ببافید. اگه میخواین که زنجیره بزنید ما بین پایه هاتون 5 تا پایه بلند اینجا ببافید. 1 2 3 4 5 6 و 7. ببینید 7 پایه بلند بافتم. خب 1 2 میام سومین خونه یه پایه کوتاه به این شکل میبافم. ببین به این شکل اولین گلمون بافته شد، حالت صدف داره. دوباره 1 2 3 سومین خونه شروع میکنم به پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و 7. خب میام 1 2 دومین خونه رو رد میکنم، روی سومین خونه یه پایه کوتاه به این شکل میبافیم تا آخر. حالا یه دونم به اون شکلی که توضیح دادم براتون میبافم که زنجیره داشته باشه بینش. ببینید 1 2 3 سومین خونه پایه بلند یه زنجیره، یه پایه بلند یه زنجیره، یه پایه بلند یه زنجیره تا 5 تا پایه بلند ادامه میدیم به این شکل. ببینید 1 2 3 4 1 2 3 4 5 تا. حالا 1 2 سومین پایه یه پایه ببینید به این شکل میشه. این با فاصله میشه، اینا بدون فاصله. هر کدوم رو دوست داشتید همون رو ادامه بدید و ببافید تا آخر. تا کجا؟
تا اینجایی که شروع بندمون هست. بچه تا اینجا یا تا اینجا هم میشه. تا اینجا ببافید و کارتون تموم میشه. بعد از اینکه کارتون تموم شد قشنگ روی یه سطح صاف بافتتون رو میندازین و از فاصله 7 تا 8 سانتی متری اتو رو میگیریم و فقط بخار اتو رو به بافتتون میزنیم و با دست دیگه به این شکل بافتتون رو صاف میکنید. خیلی بخار ندین که بافتتون از حالتش در بیاد. با فاصله و در حد چند تا بخار بزنید و با دستتون حالت بدین به بافتتون. میتونین زیر باندالا رو ریشه بزنید یا میتونید به همینطور ساده استفاده کنید. خب دوستان، من بافتم رو ادامه دادم. ببینید تا اینجا کارم رو تموم کردم. نخم رو گره زدم و زیر کار مخفیش کردم. نخ اضافی ابتدای کار هم زیر کار مخفی میکنید و بعد اتو میزنید. من الان اتو کردم، بخار اتو زدم. هیچ وقت روی بافتتون اتو رو قرار ندین. حتما با فاصله 7-8 سانتی خیلی بخار کم بدین و با دستتون به این شکل حالت بدین. اگه این شکل قلب هاتون نامنظم بود حتما زیر اتو اینا رو با دستتون منظم کنید و اتو بزنید، با دستتون صاف کنید تا به همین فرم باقی بمونه. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگه اولین بارتون هست که بافتین رو تماشا میکنید حتما روی دکمه سابسکرایب بزنید و عضو کانالمون بشید و زنگوله رو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای ما رو از دست ندید. بافتین رو به دوستاتون معرفی کنید و حتما این آموزش رو لایک کنید.